مادر یک فرزند داشت، یک پسری داشت. یک تا داره، 100 تا داره. مادر فرزند را دوست دارد. مادرها اگر آواز میشنوین در رمضان مبارک در حق فرزندایتان دعا بکنین. خداوند متعال در همه وقت دعای تو را اجابت میکنه، خصوصا در رمضان. هیچ وقت دست از دعا کردن، از اشک ریزان، از گردن پد از الله دور نشین. همیشه دعا بکنین. مادر پسری داشت، پسرش در سفری رفت گم شد لادرک. هیچ خط و خبر از فرزند نیست. مادرایی که فرزنداش در ایران و ترکیه و جرمنی و آلمان میره، امی پیام است که میزنگ است که مولوی صاحب یک هفته میش از فرزندم خبر نیست. آواز فرزندم را نشونیدم، آوازش نشونیدم. یک خانم زنگ نزد که من آواز پدر اولادا را نشونیدم. فقط همین مادر است. همین مادر میسوزد. همین مادر نه کار کردن میفهمد، نه روزه گرفتن میفهمد، نه عبادت. همه هوش و گوش و فکرش، اندیشه و منهجش همون فرزندش است. همون فرزندی که چقدر مادر دو زحمت هم کشیده، از دست از چقدر کم خوابی ها و ناراحتی ها را دیده، باز هم از فراقش می نالد. این مادر فرزندش لادرک شد، همیشه می نالید، همیشه فریاد میکرد که الله متعال فرزندم را بیار. آغوش من، چشم من از دید فرزندم خالی شده. روز از روزهای مادر لقمنان فقیرانه‌ای که دارد می نوشد و می خورد، لقمنان به دهن انداخت. یک غریبی، یک ناداری، یک ناچاری، یک بی‌بضاعتی، یک بیوه، یک صغیر به دروازه صدا کرد که نان بتی. وظیفات که میگال شاگردای مدرسه، اینا گدایگران نیستند. این دین همیشه تو غریب آمدگی است. این دین به فقیری پیش رفته. عزیزان من، مدارس بسیار توجه داشته باشید. بالاترین فضیلت صدقه در مدرسه است. میدانی به عالم فقیر صدقه دادن افضل است من الفقیر الجاهلی. با 7000 درجه به عالم فقیر، به طالب مدرسه فقیر صدقه درجه دارد. این به نفع خود نمیگم، من زکات نمیخورم. من الحمدلله مدرسه رم به پولی تخم مرغ و پخت چینی مادرم، به نیش بیل پدرم که اینجا حضور دارد من درس خواندم. من در دروازه کسی نان گفته نرفتم، در طور تاریخ نمیرم. میرفتم زیره میچندم، زیره میرفتم یک ماده گرمی ها درو میکردم، پس میامدم درس میخواندم. امون کسایی که به دروازه اطفال ها میآید برش نان بتین، او گدایگر نیستن، او برکت دروازه است، او خیر خانه است. حالا از ابن جریر طبری به تو نقل میکنم مسئله را. این مادر خو موضوع بیرون نشه، امین لقمه نان به می شاگردک، به می غریبک، به می صغیر داد. خودش گرسنه نماند. پروردگار بر فرزندش در آغوشش آورد. پروردگار سرمایه دنیای فراوان برش فراخی های زندگی را داد. روزی از روزها با بچه‌اش با محبت به دسترخوان بزرگ می نشیند و نان می خورد. میگه جان مادر، امی سفر طولانی تو مرا نگران کرده بود، از امی حادثات که سر تو آمده جان مادر قصه بکن. با مادر یک از روزها در قافله می رفتم، من از قافله جدا شدم، سر مرکب و خر خود سوار بودم. شیری حمله کرد سر ما در جنگل. خر من خیزک و قرتک و جستک، من در زمین افتیدم. شیری درنده آمد، ما حواس خود دست دادم، بیهوش شدم، ترسیدم، در شوک رفتم، با پنجالش مرا گرفت و برداشت. سلطان جنگل است نه؟ شیر مرد بار زندگی بکن. شیر جیفه نمیخوره، را متوجه باشین. جیفه گندگی انسان نمیخوره، شیر همون تو گوشت شکار میکنه. تو چرا رشوت میخوره؟ چرا سود میخوره؟ چرا حرام میخوره؟ چرا روزه میخوره؟ این جیفه هست، این حرام است. شیر نمیخوره، شیر بار زندگی بکنین. در حالی که تو شیر چی که از تمام مخلوقات پیش الله ارزش داره. بعضی مقام های انسان ها از ملک هم پیش خود ارزش دارد. پس چرا باسکل مردم دزدی میکنی؟ چرا موبایل مردم دزدی میکنی؟ چرا خلط سودای مردم دزدی در ماه رمضان میکنی؟ مرا میگه با چنگال گرفت، لیکن چنگال شیر در جان من نمیخلی. مرا پاره نکرد و مرا کش کرد، لاش مرا برد در سوراخ و مغاره کو انداخت. میخواست که دند باز کنم، من لحظه شماری پاره شدن شکمم را میکشیدم. کمی میفهمیدم که چی گپ است. یک مرد سفید و زیبا و قوی آمد،
گفت او سگ درنده، او شیر درنده، بگذار این جوان را. همین گرفت همین شیر که یک دستش بالا که در زمین زد، گفت برگز شیر اینجای تو نیست، فرار کن. شیر گریخت و رفت، جسد این جوان را هیچ چیز نکرد. عجایم بلند که در هوش آمدم که یک فرشته نجات آمد مرا نجات داد. عجایم خستم و گریختم دیگه، هیچ سیل نمی کنم که گپ چیست. یک استقامت راه رفتم، گفتم امی آدمی که مرا اشر همچون شیر درنده خزنده میخوردگی نجات داد، بیا امیره برم یک سپاسگزاری کنم. هرچی پالدم این کسی را پیدا نکردم به جنگل. آمدم با قافله، پس متوسل شدم، وصل شدم، رسیدم. قافله گفت که او جوان از تو هیچ امید زندگی ما نداشتیم، تو را شیر گرفت و ما فرار کردیم که بارا نخورد. گفت راه نجات چه؟ گفت نمیدانم. اما لیکن همون کسی که شیر را با زمین زد و شکست داد و شیر فرار کرد، جنگل را ترک کرد، همین قدر به من گفت که این لقمه در مقابل همان لقمه. در تاجرها در قافله قصه میکنه، لقمه در مقابل لقمه، نمیفهمه اینا که چی معنا میته. و این قصه را که در مادر میکنه، مادری به فکر آمد پروردگار سپاس است تو، همان لقمه‌ای که در غریب دادم، به برکت لقمه غریب و بیچاره و گرسنه الله متعال فرزندم را در مقابل لقمه شیر نجات داده است. اگر خواست فرزندت از لقمه شریرها و اختفاجات نجات پیدا کند، صدقه و زکات بتین. اگر مالت حفاظت شود، زکاتش بتین. زکات مال کم نمیکنه. امروز ما زکات نمیتیم که برکت نداره. ما بارها گفتم درآمد زیاد است، دختری ما معلم، زنی ما معلمه و فلان معلمه مدیره، کل اگر پشت دنیا صبحی میبرین. چرا نانتان زیاد نمیشه؟ چرا برداقی نداری؟ چرا روغن کنجد خورده نمیتونی؟ چرا روغن دومه خورده نمیتونی؟ چرا نمیتونی؟ کلگت کار میکنی. وقت یک پدرتان کار میکرد. درآمد زیاد، برکت کم. چرا؟ ما زکات نمیتیم، صدقات نمیتیم. اگر بتیم از گو غدود او نمیشه. 4 رکعت نماز پیشین 2 تا بخوانی میشه؟ نه. 4 رکعت 4 رکعت بخوان. اگر 4 پسر که زکات میکنه شویدی. باز این لقمه های شریرا و ظالمات تو را نجات میده. تو را از چنگال زنا نجات میده. این 2 مسئله. 3 مسئله گفتم توجهتان در مدارس در فقرا زیاد داشته باش. فضیلت صدقه در مدرسه نسبت به عام بهتر و بیشتر است. چرا؟ 2 فایده دارد. یکی اینا در قرآن و ابن سبیل گفته، اینا مسافرها، اینا مجاهدین راه الله است. از این آدرس انتشار دین میآید. اگر تو زکات نتی، مجبور شاگرد مدرسه رفته کار بکنه، 2 ماه از درس میمانه. چرا؟ انسان ضرورت به خوراک و پوشاک داره، ملائکه نیست که سبحان الله بگه. با احسانتان در سر مولوی صاحب ملا صاحب بار نکنین. فقط حق الله خوش شو که از آدرس مدرسه بالاترین ثواب را الله به تو داده. یکی نشر دین، پخش دین، خدمت دین میآید. یهود و نصارا به خاطر نابودی دین تو چی کاری را نمیکنه؟ به خاطر بی‌عزتی تو چی کاری را نمیکنه؟ ترامپ چی فرمانهای صادر نمیکند تا که دین تو را از بین ببرد؟ در مقابلش مدارس تأمین بکنین، در مقابلش دین و قرآن رشد بتین. دوم حق الله فرض الله گردن دادامش.